حتما تا حالا گذرتون به شهر شاهنشین ایران افتاده. رامسر رو میگم. شهری که نزدیکی به دریا و جنگل و طبیعت بی‌نظیرش اون رو به یکی از محبوب ترین مقصدهای گردشگری و سرمایه‌گذاری شمال کشور تبدیل کرده. رامسر هتل‌های زیادی داره، اما معروف ترینش هتلیه که در دوران پهلوی ساخته شد. اون زمان هتل شاه نام داشت و امروزه با نام هتل پارسیان شناخته میشه و همچنان میزبان گردشگرانه. کاخ مرمر یا همون کاخ مادر شاه یکی از شاهکارهای معماری پهلوی که با مرمر سفید ساخته شده و به همین دلیل به کاخ مرمر معروفه. این بنا زمانی محل اقامت خاندان سلطنتی بود و امروز به عنوان موزه‌ای ارزشمند آثار تاریخی و هنری رو به نمایش گذاشته. بولوار کازینو یکی از نمادهای قدیمی رامسره که در دوران پهلوی ساخته شد و امروز هم به عنوان قلب گردشگری این شهر شناخته میشه. مسیری سرسبز و تاریخی که هتل پارسیان در ابتدای اون قرار گرفته و هنوز هم برای خیلی‌ها یادآور شکوه و اصالت رامسره. دسترسی رامسر هم یک امتیاز بزرگه. فرودگاه بین‌المللی با پروازهای مستقیم به تهران، مشهد، شیراز و حتی عمان مسیر رو برای گردشگرها و سرمایه‌گذارها ساده کرده. و برای علاقه‌مندان هیجان، فرودگاه تفریحی رامسر پروازهای 2 نفره و پاراگلایدر رو به یکی از جذاب‌ترین تجربه‌های پروازی ایران تبدیل کرده. اما جذابیت رامسر فقط به خاطر دسترسی نیست. اینجا شهریه با ترکیب کوه، جنگل و دریا. از تلکابین معروف و چشمه‌های آب گرم گرفته تا هوای تازه ارتفاعات، آبشارهای دیدنی، جنگل بامبو و جنگل دارخانی.